دیژین و دشی ناداد هەروەری ناچێ لە یادم ئەو دەمەی من بوو لە تێنان هەر هەوڵەدام بێکارێکم من لە ژێری حکمی ناداد هەروەری و بەشبڕان وا دەیڵێمەوە دەنگ هەڵبڕن بەرنەوە شەقامەمان بەشمەینەتی نابێ ئەمای. سڵاوێکی دووبارەتان پێشکەش بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی ڕاستەوخۆ هەروەک خۆتان ئاگادارن ئەمڕۆ کاتژمێر سەعات 2:30 بنکە و بارگاکانی لایەنە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران لەلایەن سوپای پاسدارانەوە ئامانجی هێرشی موشەکی قەراری کردووە. هەر بەم بۆنەشەوە میوانی خۆشەویستمان لەگەڵە کاک ئەمیر بابەکری ئەندامی مەجلیسی پژاک لە ئەوروپاوە. کاک ئەمیر بەخێر بێن. کاک ئەمیر ئەگەر دەنگی منە بیستن، کاک ئەمیر دەنگی منە بیستن. سڵاو لە ئێوە و لە بینەرانی تەلەڤیزیۆن. سڵاو لە تۆش بێ کاک ئەمیر. لەسەر ڕووداوەکانی ئەمڕۆ بەیانی چه قسە و باسێک هەیە؟ ئەم ڕووداوە چۆن دەبینی؟ سوپای پاسداران بۆچی بنکە و بارگاکانی حەزبە سیاسیەکانی کردە ئامانجی هێرشی موشەکی؟ بەڵێ وێڕایی سلاوی دووبارە لە ئێوە و لە بینەرانی بەڕێز و دەربڕینی هاوخەمی و هاوسۆزی لەگەڵ بنەماڵەی شەهیدانی ئەو تۆپبارانە. هاوکات سلااو دەنێرم جارێکی تر بۆ ڕاپەرینی خەڵکی ڕۆژهەڵات و ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەموو سەرتاسەری ئێران. دیارە کۆماری ئیسلامی ئێران بە ڕاپەرینەکانی ئەو دوایەی گەلانی ئێران و بە تایبەت کە بە پێشەنگایەتی ژنان بوو زۆر وەتەنگ هاتووە و دەیهەوێ ڕای گشتی لە سرنجی ڕایگەشتی لەسەر داخوازی ڕاستەقینەی خۆپێشاندەران ژنان و گەلانی ڕاپەڕیوی گشتی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان لا ببات و لەو چارچێوەیەدا بەداخەوە وەکو پیشەی هەمیشەگی جارێکی تریش ئەو هێرشانە ئەنجام داوە و هاوکات لەگەڵ هێرشەکانی کە بۆ سەر بنکەکانی حزابی کۆمەڵە و دموکرات لە باشووری کوردستان هاوکات ئێمە لە ڕاگەیاندەکانیشدا داخوێنی هەبوو کە بەداخەوە دیسانیشەوە بە هاوکاری ڕژیمی تورکیا هەرێمەکانی ئاسۆسیش لە ڕۆژانی ڕابردوودا زیاتر لە 10 تا 15 جار بۆ تۆپباران کراوە و هەموو ئەوە هەماهەنگیانە لە نێوان داگیرکارانی کوردستان نیشان دەدا کە سەرڕای هەموو ناکۆکیەکانیان لەسەر دژایەتی گەلی کورد و حرەکەتە ڕاستەقینەکەی کە دەنگی گەلانی ناڕزایی و چین و توێژەکانی بندستی ئێرانە کۆمان ئەو دژمنانی گەلی کورد یەک دەگرن و بە تایبەتیش بە نیسبەت کێشەکانی ناوخۆی ئێران کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ هەڵاتن لە چارەسەری کێشەکان و لەبەر تەنگە تاوبوونی دەست دەباتە بەو هێرشە درەندانەی کە بینیمان ئەوڕۆکە لە بە تایبەتی لە باشووری کوردستان لەسەر بارگاکانی ئەحزابی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕوویداوە. کاک ئەمیر هەواڵێک بڵاو بووتەوە بەتۆ من نازانم ئەم هەواڵە تا چەند ڕاست بێ لە تۆڕە کۆمەڵاتەکانە زۆر باسیەکەن. ئەوبەتە شتێکیش تازە نییە بەداخەوە کە تا ئێستا زۆر جار هێرشی موشەکی کردووە سەر قەندیل و گویا ئەم ڕۆژە هەواڵە بڵاو بووە کە هێرش کراوە سەر قەندیل. وتم زانم ئەمە تا چەند ڕاستە. بەڵێ هێرشەکان تۆپبارانەکان بە پێی ڕاگەیاندنێکی کە ناوەندی دیپلۆماسی پێشاک دەری بڕیوە 26 مانگ بە تایبەت پێک هاتووە. دیارە هێرش و گەڕانی فڕۆکەی کەشف لەو هەرێمانەدا بەردەوام هەیە بەڵام ئەوەی بە چڕی 26 مانگ تا 15 جار دیتراوە کە بردومان کراوە. خۆشبەختانە لەو بەشەدا لە لایەن هەواڵانمان بە پێی ڕاگەیاندنەکەی پێشاک زەرەری گیانی نەبووە فقط دیسانیشەوە ئەوە لە قورسایی و وەحشەت و لە پێشێلکردنی ماف و یاسا ناونەتەوەیەکانی کە ئێران پێشی لێ دەکات هیچ کەم ناکاتەوە زەرەری گیانی نەبووە فقط بەڵێ تەواو ڕاستە و هێرشەکان بە تەسبیتی هەواڵانمان
بە هەماهەنگی ڕژیمی داگیرکاری تورکیا و ئێران بە هەمانگی بەرەوە دەچێت بەسەر هەرێمانەکانی پاراستنی میدیا بەسەر هەرێمی بە تایبەتی ئاسۆسدا. کاگەمیر ئێوە وەکو ئەندامێکی پژار چی داواکاریتان لە خەڵکی کوردستان هەیە بەسەرم هێرشکردنە سەر بنکەکان و بارگاکانی حیزب ئۆپۆزیسیۆنەکان؟ بەڵێ دیارە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەوڕۆکە و بە تایبەتی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە لەو خۆپێشاندانانەدا لەو سەرهەڵدانەدا سەلماندنیان کە پێشەنگی گۆڕانکاری دموکراتیکی هەموو ئێران و هەر ئەوەشە کە کۆماری ئیسلامی تۆڕە کردەوە و لەو بابەتەدا ئەو هەڵوێست و ئەو بڵین نۆزعی کە گەلی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نواندی مێژوویە بێوێنەیە و ڕەنگە لە ئاستی وەدا نەبین کە داواکاری لە خەڵک بکەین بۆ شتێک خەڵک ئەرکی خۆی بە تەواوی پێک دێنێ. ئەمان گەلی ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەبێ باش بزانێت کە کۆماری ئیسلامی لە داخوازیەکانی وان لە سەرهەڵدانی وان وەتەنگ هاتووە وەزاڵە هاتووە بۆیە هێرشی ئەحزاب دەکات و ئەوە نیشاندا کە ئەحزابی کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا کۆمەڵگەیەکی سیاسی هەیە و دیسانیشەوە ئەو ئەحزابە هەڵقڵاوی ڕاستیقینەی و ڕێالیتەی شۆڕشی ڕۆژهەڵاتی کوردستانن و چاوەڕوانی خاوەندار دەرکەوتن دەکردرێت و پێویستە هەروەک لە بەیانیەی کۆداریشدا ڕۆژانی ڕابردوو هاوسەرەکایەتی خۆدا ڕاگەیان بەردەوامیکردنی ئەو خۆپێشاندانانە ئەو ناڕەزایەتیانە باشترین هەڵوێستە باشترین جوابە بۆ کۆماری ئیسلامی کە خەڵک نیشان دەدا ئەرێ ڕاستە ئەو خۆپێشاندانانە بە پێشنگایەتی خەڵک لە ناوخۆیە بە پێشنگایەتی ژنانە جوانانە لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران ئەمان ئەو بۆ واتانیە کە ئەحزاب لی بێبەریە بەڵکە خاوەنی ڕاستەقینەی شۆڕشی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و دموکراتیزەکردنی گشتی ئێران حرەکەتە ڕزگاری خوازنەکەیتی بە هەموو اختلافاتی فکری و ئیدۆلۆژیکی کە هەیە بەلایەک فقط واقعەدەوەیە کە کۆماری ئیسلامی بەو سازماندەهی کرا و بوونەوە بەو بەڕێکخستن بوونەی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان تووڕەیە چون دەزانێت گۆڕانکاریەکانی ئایندەی ئێران بە ئاقارێکدا دەڕوا کە شۆڕشی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەو ئاقارەدا بڕوە بۆیە لە دژایەتیکردنی سەرهەڵدانی خەڵکی لە ڕۆژهەڵاتەوە دەستی پێ کردووە و حملەکانی کە لەسەر کەمپەکانی ئەحزاب لە باشووری کوردستان و هەماهەنگەکانی کە بۆ ئەمبارانی ئاسۆس دەیکا دەواقعدا ڕێک لەو چوارچێوەیەدایە فقط ئەو واقعەتەشەیە کە داعینی حاڵدا لە ڕووی یاسای نێونەتەویەوە لە ڕووی پێشێلکردنی یاساکانیشەوە کۆماری ئیسلامی دیسان تووشی هەڵی گەورە دەبێ بەداخەوە و ئەرکیش دەکەوێتە سەرشانی هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەم حکوومەتی ناوەندی عێراق کە خاوەندار دەرکەون ئەو دیارە محکومیش کراوە لە سەڵاگەاندنێکدا ئەمان پێویستە هەڵوێستی جددی هەبێت و مافی ئەو خەڵکێک کە لەوێ دەژی لەو کەمپانەدا بپارێت وەکو ئەرکێکی ئینسانی و یاسایی. زۆر سپاس هاوڕێ ئەمیر بابەکری ئەندامی مەجلیسی پژاک لە ئەوروپا. سپاس بۆ ئێوە و بە هیوای سەرکردن. زۆر سپاس دەکەم. بەداخەوە ئێستا هەواڵێک بەدەستم گەیشت کە لە جەریانی ئەم بردومانەدا 12 نەفەر کوژراون، یعنی ژمارەی کوژراوەکان زیادی کردا بە 12 نەفەر وە زیاتر لە 40 نەفەریش بریندار بوون. لەم بەشە کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە ڕاگەیاندنێکی داوە سەبارەت بە محکومکردنی هێرشی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر بنکە و بارگاکانی حەزبە سیاسەکانی کوردستانی ئێران کە بۆتانی دەخوێنمەوە. ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە توانایدا نییە ڕاپەڕینی شۆڕەشگەڕانەی خەڵکی ئێران خامۆش بکات، هەر بۆیە بە ئامانجی لادانی سەرنج لەسەر دیمەنی شکۆداری ئاخێزی خەڵک لە شەقامەکانی کوردستان و ئێران و ڕاکێشانی سەرنجەکان بەرەو دەرەوەی سنوورەکان لە کاتژمێر 2:30 خولەکی سەر لە بەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە 6 ڕەزبەر بنکە و بارگای لایەنە سیاسەکانی کوردستانی ئێرانی لا قوڵایی خاکی هەرێمی کوردستاندا کردە ئامانجی هێرشی موشکی و پەهپادی. لەم هێرشانەدا مەقڕەکانی
کۆمەڵی شۆڕشگەڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران، کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران، حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و پارتی ئازادی کوردستان کراونەتە ئامانج. بەپێ دوایین هەواڵەکان لەم هێرشەدا 12 کەس گیانیان لەدەستداوە و زیاتر لە 40 کەسی کەش بریندار بوون. ئێمە بەتوندی ئیدانەی ئەم هێرشە تاوانکارانە دەکەین کە مەترسیەکان زیاتر ئاراستەی خەڵکی ئاسایی و بەتایبەت ئەو منداڵ و بەساڵاتچوانەی کە لە دەوروبەری ئەو دامەزراوانە دەژین. کۆماری ئیسلامی لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا چەندین جار کردەوەی تێرۆریستی و هێرشی موشەکی و تۆبارانی لە دژی حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆن و خەڵکی ئاسایی هەرێمی کوردستان ئەنجام داوە. هەرجارە و ئەم جۆرە کردەوانەی ڕژیم ڕوبەڕووی کاردانەوەی خەڵکی کوردستانی ئێران و ڕق و بێزاری خەڵکی هەرێمی کوردستان بوونەتەوە. سەرڕای هەموو ئەمانە کۆماری ئیسلامی وانەی لە ڕابردوو وەرنەگرتووە و نەیتوانیوە بڵێسەی ڕاپەڕینی شۆڕشگەرانی خەڵکی کوردستان و ئێران خامۆش بکات، جارێکی تر ئەم سیاسەتە شکست خواردووەی خۆی دووبارە کردوێتەوە. ئێمە دڵنیاین کە ئەو شەپۆلە بەرینەی دوای کوشتنی ژینایی جوانمەرد لە کوردستانەوە کەوتە ڕێو تەواوی ئێرانی گرتەوە بەم هەوڵە لاواز و بێ ئاکامانە دانامرکێتەوە. بێگومان کۆماری ئیسلامی وەڵامی ئەم جنایەتانەی بە هەرچی زیاتر جەماوەری بوونەوە و بەرزتر بوونەوەی هاواری ئازادی خوازانەی خەڵک وەردەگرێتەوە. کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران شەشی ڕەزبەری ساڵی 1401 هەتاوی بەرابەر لەگەڵ 28 سپتامبری ساڵی 2022 زاینی. دوای ناوبڕک دێمە وڵاتە. وركتك ما بابا وس
باشا فوقك دفتر كتابك ايه بالي لا لا قرا باشا راسك باشا تو نقدي باشا ونذكر ها هاي ازديا تلقى الأولى تسم تلقى الأولى
ما بابا ما بابا وس 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 باشا توكاك دفتر كتابك عيب عليك لا ليه قرا باشا راسك باشا تو نقري باشا ونذكر ها يزديا تلقى الأولى تسم تلقى الأولى ورك شيء ما بابا وس وس باشا توكاك دفتر كتابك عيب عليك لا ليه قرا ئازیزان پەیامە بەدەستمان گەیشتووە دوایین زانیاری لەسەر هێرشەکانی سوپای پاسداران بۆ سەرمەقڕی حیزبە ڕۆژهەڵاتیەکان. ڕۆژی چوارشەممە 6 مانگی ڕەزبەر سوپای پاسدارانی ڕژیم لا ڕێگەی موشک و پەهبادی ئینتیحاریەوە هێرشی کردە سەر مەقڕی کۆمەڵەکانی زەحمەتکێشان و شۆڕشگەڕان و حیزبی دموکراتی کوردستان و پارتی ئازادی کوردستان لە سلێمانی و نزیک هەولێر و بەهۆیەوە 10 کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە 32 کەسی دیکەش بریندار بوون. بەوتەی وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێم لە هێرشەکانی ڕۆژی چوارشەممەی سوپای پاسداران بۆ سەر بنکە و بارگەکانی حیزبەکانی ڕۆژهەڵات 10 کەس گیانیان لەدەستدا و 32 کەسیش بریندار بوون و ئاماری قوربانیەکان لە بەرزبوونەوەدایە و بەشێک لە بریندارەکان برینەکانیان سەختە و لە هۆڵی نەشتەرگەری و چاودێری چڕدان. ناوی 4 گیانبەخکردووی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بریتیە لە هاجەر زەرگا، محەممەد خەلیلی، شێرکۆ بەرتەنی و ژنێکی دووگیان بە ناوی ڕێحانە کەنعانی. هەروەها 6 ئەندامی حیزبی پارتی ئازادی کوردستانیش گیانیان بەخ کردو کە ناوی یەکیان بریتیە لە مامزانە. ئەلبەت هاوڕێیان هەروەک وتم ئامارەکان زیادی کردووە تا ئەو کات دەستپێکی بەرنامەکە 12 کەس کوژران و زیاتر لە 40 کەسیش بەداخەوە بریندار بوون. ئەمە دوایین زانیارەکان بوون. میوانێکی ترمان لەگەڵا کاک جافر ئەمینی، بەڵام هێشتا نەمانتوانیوە لەگەڵی پەیوەندی بگرین. پێم وابێ کاتی بەرنامەکەشمان تواو بووە. ئەگەر بتوانین لە مەجالێکا بەرنامەکە ئەدامە بدەین حتممە لەگەڵ کاک جافر ئەمینیشا سەبارەت بە ئاخرین زانیارەکان قسە و باسێک دەکەین. کاک جافر هاوڕێ جافر ئەمینی هەڵە پێم وابێ هاوڕێ جافر هاوڕێ جافرمان لەگەڵ نییە تا ئەو هەوڵەدات پەیوەندیەکەی دووبارە بکاتەوە لەگەڵ هاوڕێ جەماڵ بە زۆرپور ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە سەبارەت بەم ڕووداوە بزانین قسەی هاوڕێ جەماڵ چیە. هاوڕێ جەماڵ زۆر بەخێر بن.
بەڵێ عزیزان بەداخەوە نەمانتوانین لەگەڵ هاوڕێ جەماڵ و هاوڕێ جافر قسە بکەین بەڵام هەوڵ بدەین لە بەشی فارسی بەرنامەی زیندوی فارسی ئەم دوو هاوڕێ بین و قسە و باسەکان خۆیان پێشکەش بکەن تا دیدارێکی دووبارە شەو ڕۆژێکی خۆشتان بۆ باواتە خوازم ماڵەوە. وركب ما بابا وس باشا توقعك دفتر كتابك ايه بالي لا لقرا باشا راسك باشا تو نقري باشا ونذكر ها هاي ازديا تلقى نولا تسم تلقى نولا بله بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران درود بر شما. با پخش زنده دیگری در خدمت شما عزیزان هستم. برنامه امروز اختصاص داره به حمله رژیم اسلامی به مقرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق. همونطور که مطلع هستین امروز صبح ساعت 10:30 به وقت محلی کردستان عراق سپاه پاسداران با موشک و پهپاد انتحاری به مقرات احزاب مخالف رژیم در کردستان عراق
حمله کرده. در این مورد همراه هستیم با رفیق جمال بزرگپور، عضو کمیته مرکزی کامله. رفیق جمال گرامی، درود و سلام. سلام خدمت شما و بینندگان برنامه. خیلی خوش اومدید. رفیق جمال، خب خبرها رو شنیدید و قطعا میدونید که در کردستان عراق چه خبره. به نظر شما در این شرایط که مردم ایران در خیابان‌ها هستن، مردم کردستان و رو به رژیم دارن اعتراضات رو هر روز گسترده تر میکنن و شعارهایی سر میدن که خواهان سرنگونی کامل رژیم هستن، هدف از حمله به احزاب مخالف رژیم در کردستان عراق رو شما در چی میبینید؟ فکر نمی کنم مسئله ناروشنی باشه، نه برای ما و نه برای همه مردم ایران. مسئله تازگی هم نیست و غیر قابل پیش بینی هم نمیشه گفت نبود. به طور واقعی معلومه که جمهوری اسلامی از وقتی که حاکمیت شروعیتش در خیابانها و نزد افکار عمومی ایران زیر سوال رفته، طبعا گوناگون صورت مسئله رو عوض بکنه و این بارم شکستش رو در خیابانهای شهرهای مختلف ایران در سرتاسر ایران و کردستان داره به این شکل جبران میکنه. آشکارا و روشن حکایت از یک شکست داره. این نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست، هرچند با موشک و پهپاد فکر میکنه و در خیال داره این قدرت خودش رو نشون بده، اما در حقیقت نشانه ضعف آشکار جمهوری اسلامی در حمله به مقرات و محل اسکان نیروهای اپوزیسیون و مردم پناهنده که از جهنم جمهوری اسلامی فرار کردن و آمدن در کنار این مقرات و در این مکانهای مختلف کردستان عراق اسکان پیدا کردن. این نشانه ضعفه و ما باید این رو در ادامه حرکت‌های اعتراضی امروز که در سرتاسر ایران در جریان ببینیم. جمهوری اسلامی اونجا شکست خورده، در ضعف و ناتوانی و نیروهای سرکوبگرش دچار استیصال شدن. ما اینو از زبان مقامات مختلفشون میبینیم، ما اینو در سیاست‌هاشون میبینیم، ما این رو در شعارهای مردم میبینیم، ما در این رو در پیگیری در اعتراضاتشون میبینیم، در گسترش اعتراضاتشون، در همبستگیشون که نمایش‌های خیلی باشکوهی از همبستگی رو نشون دادن میبینیم. جمهوری اسلامی در مقابل همین اینها این حرکت ذبوحانه و بزدلانه رو میشه گفت انجام داده، به خیال خودش بخواد که بر این اعتراضات و مبارزات تأثیر بذاره. اما معلومه که ایجاب خودش رو در همون خیابان‌ها خواهد گرفت. در گسترش اعتراضات و مبارزاتی که امروز ادامه داره و در همه جا گلوی جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده، در اونجا جواب خودش رو خواهد گرفت. من فکر میکنم اساساً همینطوری گفتم، خلاصه کنم، غیر قابل پیش بینی نبود و میشد حد زد و جوابش هم خیلی ساده است و جوابش هم همون مسائلی که من و خیلی دیگه مطرح کردن، نشان از ضعف و استیصال جمهوری اسلامی داره این حرکت. بله رفیق جمال، سپاسگزارم. اشاره کردین به این که اثر استیصال و زبونی بوده. خب مردم کردستان حالا که همچین اتفاقی افتاده و جمهوری اسلامی تقریباً تا لحظه‌ای که من و شما با هم داریم صحبت میکنیم بیش از 40 نفر زخمی شدن و 12 نفر هم جونشون رو از دست دادن. خب خانواده این عزیزان در ایران هستن. مردم کردستان در واکنش به این حملات ددمنشانه جمهوری اسلامی باید چه اقدامی انجام بدن؟ طبیعتاً مردم کردستان و مردم ایران در مقابل ظلم و بی‌حقوقی و استبداد و خفقان و محرومیتی که 43 سال رژیم جمهوری اسلامی به اونا تحمیل کرده، طبعا هزینه‌ش هم قبول میکنن که البته باید هزینه‌اش خیلی کمتر باشه و همه اقدامات رو کرد که هزینه کمتری پرداخت بشه. امروز این تعداد در کردستان عراق در حمله جمهوری اسلامی جان باختن، یادشون گرامی.
تعدادی زخمی شدن که امیدوارم هرچی زودتر بهبود پیدا بکنن. در مقابل اون جان باختگانی که در سراسر ایران این روزها اتفاق افتاده که یاد همشون گرامی. به طور واقعی میخوام بگم اینا مجموعاً در یک روند و در یک پروسه باید ببینیم، چه در اونایی که در اقلیم کردستان جان باختن در حمله سپاه پاسداران و چه اونایی که در خیابانها، همه دارن هزینه پرداخت میشه علیه جمهوری اسلامی و این حرکت همونطوری که در خیابانها تیراندازی به مردم، حمله وحشیانه به مردم، کشتن اونا، زخمی کردنشون، دستگیریشون، تهدیدشون، اونا رو به عقب نشینی وانه‌داشته، به طور قطع این حرکات در اقلیم کردستان و جان باختن این تعداد و زخمی شدن این تعداد قطعا مردم رو وادار به عقب نشینی نخواهد کرد، برخلاف تصوراتی که جمهوری اسلامی داره گویا با این حرکت میتونه رعب و وحشت رو پراکنده بکنه. من با اطمینان به شما میگم که این حرکت نه تنها خشم و انزجار مردم رو بیشتر میکنه، بلکه در همان حال اونا رو مصممتر میکنه که مبارزات خودشون رو با علیه جمهوری اسلامی، علیه ارکان این رژیم، سیاست‌های این رژیم و در کلیت این رژیم به اشکال مختلف ادامه بدن و اون رو پیش ببرن. این رو من با اطمینان دارم میگم و فکر میکنم که جمهوری اسلامی به آخر خط خودش رسیده. دقیقا نمیشه زمانش رو تعیین کرد، اما به طور واقعی یک حرکتی شروع شده. این حرکت در ادامه خودش به اشکال مختلف، با مانورهایی که میده، با تاکتیکایی که انتخاب میکنه، با روش‌های مبارزاتی مختلف که در پیش میگیره، این حرکت رو به پیش میبره و جمهوری اسلامی از این مهلکه نمیتونه جون سالم به در ببره. بنابراین حرکت‌های اخیر، حرکت‌های مشابه اون و شاید هم ادامه پیدا بکنه، قطعاً جمهوری اسلامی نمیتونه به هدف خودش و خشم و انزجار مردم رو بیشتر میکنه، اونا رو مصمم‌تر میکنه که علیه سیاست‌ها و علیه حاکمیت جمهوری اسلامی فعالیت‌ها و اعتراضات خودشون رو گسترش بدن و ادامه بدن از طریق مختلف و از راه‌های مختلف. در مورد در کردستان ایران هم به همین ترتیب این نشون میده که ترس جمهوری اسلامی از احزاب به طور واقعی نشون میده که این احزاب با مردم خودشون در کردستان ایران ارتباط تنگاتنگی دارن و جمهوری اسلامی فکر میکنه با زدن احزاب میتونه ارتباطات رو قطع بکنه. این ارتباطات یک تاریخ طولانیه، در هم دیگه عجین شدن و با آسانی با چند تا موشک و چند تا پهپاد اینا قطع نخواهد شد و اینا از همدیگه جدا نخواهند شد. برای همین میخوام جمهوری اسلامی ترس و نگرانیش از اینه و این وضعیت به طور قطع در کردستان ایران با انعکاس اعتراضات مردم روبرو خواهد شد و این اعتراضات وسیع‌تر و دامنه‌دارتر ادامه پیدا خواهد کرد. بله، سپاسگزارم از حضورتون رفیق جمال بزرگپور، عضو کمیته مرکزی کامله. ممنون از شما. سپاسگزارم. بله بینندگان عزیز، همونطور که قبلا نیز گفتم، امروز صبح ساعت 10:30 به وقت عراق رژیم جمهوری اسلامی سپاه پاسداران از راه پهباد و موشک انتحاری به مقرات احزاب مخالف رژیم ایران در کردستان عراق حمله کردند و تا لحظه ای که ما داریم صحبت میکنیم 12 نفر جونشون رو از دست دادن و 40 نفر هم زخمی هستن. گزارش شده که حال بعضی از زخمی ها وخیم هستش و احتمال داره بر تعداد جانباختگان اضافه بشه. در این قسمت از برنامه همراه رفیق میثم آلمهدی فعال کارگری هستیم. رفیق میثم از کارگران فعال فولاد اهواز هستند که همراه ما هستند. رفیق میثم گرامی، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. سلام و درود هم بر شما و هم بر جانباختگان راه آزادی و از صمیم قلبم من تسلیت نمیگم، بلکه دست تک تک
اونها رو میفشارن، دست شما رو میفشارن و میدونم الان در چه شرایط سختی و در چه شرایط خطرناکی همین الان هم شما در روی آنتن هستید. دست تک تک شما رو میفشارن، قلب ما همراه شما و قاعدتا این یک مبارزه است و در راه مبارزه ما میدانیم چی را هزینه میکنیم، اما دشمن هیچ وقت نمیدونه که هر چقدر ما هزینه بکنیم قوی تر میشیم. صدای شما رو میشنوم. سپاسگزارم. ما راهی رو که انتخاب کرده ایم قطعا همه احتمالات رو در نظر گرفتیم و حاضر به جانفشانی هستیم. خیلی ممنون از همدردیتون رفیق میثم، خیلی خوش اومدید. خب شنیدید که امروز صبح رژیم به احزاب مخالف رژیم در کردستان عراق حمله کرده و تعدادی متاسفانه جان باختن و تعدادی خیلی زیادی هم زخمی هستن. به نظر شما زمانی که این همبستگی بین تمام مردم ایران به وجود اومده، زمانی که در کردستان شعار از کردستان تا تهران ستم علیه زنان سر میدن، در تهران همچین شعاری رو سر میدن، در تبریز شعار همبستگی با مردم کردستان رو سر میدن و اینکه خشم مردم دیگه لبریز شده، در رشت، در اصفهان، در تمام شهرهای ایران و گوشه و کنار شهرهای ایران با مردم کردستان همدرد شدن و مردم کردستان هم همینطور. و این خیزشی که الان تا همین الان که من و شما با هم داریم صحبت میکنیم در سراسر ایران در جریان و ظاهرا و خوشبختانه سر باز ایستادن نداره، ملیت ها و قومیت ها رو پشت سر گذاشته و یک دست و یک صدا شده. چرا در همچین شرایطی رژیم دست به همچین کاری زده؟ به رژیم جمهوری اسلامی ما وقتی الان من فکر میکنم صحبت‌هایی که در حال حاضرم دارم انجام میدم، شاید میهمانان قبل از شما قبل از من این اشاره رو کردن، چون فکر میکنم این دیگه بسیار روشن شده هم برای مردم در درون جامعه ایران و هم برای خیلی از تحلیلگرانی که میان و موضوع ایران رو دارن تحلیل میکنن. همیشه ما روبروی ساختار جمهوری اسلامی بودیم که این ساختار همیشه تلاش میکرد مذهب، تلاش میکرد قومیت ها و تلاش میکرد که همه انسان ها حتی از در ساختارهای طبقاتی همیشه انسان ها رو در تقابل با یکدیگر قرار بده. وقتی ما این روی کرد و روز به روز داریم میبینیم از بین میره و مردم جامعه در یک ساختار اعتراضی متشکل، در یک ساختار اعتراضی یک دست، یعنی خارج از اون ساختارهایی که سیستم برای اونها تعریف کرده و خارج از اون مذاهبی که سیستم برای اونها تعریف کرده، اتنیک هایی که سیستم برای اونها تعریف کرده و همیشه تلاش کرده از طریق این به اصطلاح قومیت ها تلاش بکنه که تفرقه ایجاد بکنه و همیشه جامعه رو جدا بکنه. خب داریم میبینیم، ما اعتراضات گذشته رو دیدیم که سرمایه گذاری بسیار زیادی روی مسائل قومی کرده. توی خوزستان دیدیم این از بین رفت. وقتی اینجا در کردستان بعد از ما خیلی نقطه مهمی رو داریم بهش اشاره میکنیم که اتفاقا جمهوری اسلامی بسیار بسیار متوجه خطر شد توی این اعتراضات. اون هم وقتی دیدیم صدای تبریز در حمایت از کردستان اومد و صدای زن کرد در تهران برافراشته شد و صدای امروز صدا و زبان زن کرد در همه جا هست. یعنی امروز در هیچ جای ایران نیست که ما یک صدا داریم، یک شعاری رو میدیم، جیان آزادی. این خودش یک تعریف خیلی واضح و روشنیه. اتفاقا بعد میاد همین شعار ترجمه میشه، نه جابجا میشه. یعنی چی؟ یعنی یک زن عرب وقتی میگه همین شعار رو به عربی ترجمه میکنه، یعنی هم صدا هم راستای آن خیابان شده. و ما وقتی به پتانسیل های جامعه داریم نگاه میکنیم، پتانسیل هایی داره جامعه تولید میکنه که جمهوری اسلامی رو حیرت زده کرده. یعنی تمام اون سرمایه هایی که کرده، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ سیاسی، همه اونها داره به دیوار میخوره. یعنی و اینجاست که نشون میده میزان اتفاقا این توحش میزان عصبیت جمهوری اسلامی رو داره نشون میده. پس نشون میده که با این رفتارها و با این حملات که اتفاقا حتی این حملات فراتر از
جریان ها فراتر از اردوگاه های حزبی و میره به مدارس کودکان میخوره، خب این نشون میده که این میزان توحشش و اتفاقا اگر امروز جامعه ایران و جامعه ایران در عوام فریبی جمهوری اسلامی، یعنی این رفتارها رو توی سوریه انجام میداد، شاید برای مردم میتونست با پروپاگاندا یا با هر مسئله دیگه‌ای خیلی از صورت مسئله رو حذف بکنه. اما وقتی این مسئله روبروی مردم کرد قرار میگیره و مردم کرد قرار میگیره، من کاملا مخالف اینم که بگیم امروز انسان کردی که امروز توی روجلات یا توی کردستان عراق بمباران میشه با انسان کردی که توی ترکیه بمباران میشه، این یک قومیتی که تمام این سرزمین ها رو گرفته و ما روبروی مسئله هستیم که این ستم داره به جامعه‌ای میشه، اتفاقا داره این ستم به اتنیکی میشه که همه تلاش میکنن اونو در یک محدوده‌ای از ستم نگه دارن، ولی ندونستن و متوجه این نشدن که این ستم ها ما رو آگاه میکنه، ما رو آگاهتر میکنه و جامعه رو آگاهتر میکنه. و امروز میبینید وقتی شعار زن کرد در سراسر ایران میشه و در سراسر جامعه ایران قرار میگیره، پس این جامعه خیلی از مسائل پشت سرش گذاشته. این جامعه دیگه نیومده تقسیم بندی بکنه بر پایه مذهب، بر پایه زبان، بر پایه، نه، همه یک دست شدن تا از یک چیزی بگذرن و این یک چیز هم جمهوری اسلامی خیلی خطرش رو حس کرده و قاعدتاً سیستم ها همیشه در خطر خود یا اینکه به خیابان ها شلیک میکنه و توحششون همیشه با امکانات سرکوبی که دارن دراز میکنه. بله رفیق میثم گرامی سپاسگزارم. خب شما به مردم اهواز، به همکارای سابقتون، به مردم کردستان و همه مردم ایران که الان صدای شما رو میشنون پیامی دارید، خیلی خوشحال میشیم که از طریق برنامه ما به گوششون برسه. اگه پیامی دارید. من پیامی که دارم، من به عنوان یک کارگر عرب که خودمون توی یک مبارزه طبقاتی میبینم، امروز فقط میتونم یک پیامی رو بدم به تمام رفقایی که امروز صدای منو میشنون، چه کارگرانی که در تبریز هستن، چه کارگرانی که در کردستان هستن و خودم شاید امروز خودم یک کارگر عرب تعریف میکنم، اما فراتر از اون در مبارزه طبقاتی قرار گرفتم و درد کارگریه که در مشهد است، در تبریز است، در سیستان و بلوچستان، در همه جای ایران و امروز صدای من امیدوارم به گوش اونها برسه و این باید توجه داشته باشیم به عنوان جنبش کارگری که خیلی باهوشانه باید در تقابل با این رفتارها بایستیم و تلاش بکنیم فکری اساسی‌تر به مراحل خیلی مهمتری قدم بذاریم و اینکه بتونیم به مسئله احتساب خیلی فکر بکنیم. من امروز در جایگاهی و خودم در جایگاهی نمیبینم که بیام به شکل دستوری یا به شکل امری صحبت بکنم، اما این شرایط کنونی رو دارم به شکلی میبینم که امروز ما احتیاج به مسئله احتساب فکر کنیم، به مسئله‌ای که کنار مردم قرار بگیریم و اینکه از مرحله ستم بر علیه مردم در کنار خیلی از مادرانی که امروز چشم انتظار بچه‌هاشون هستن، خیلی از دخترانی که منتظر عشق‌هاشون هستن از خیابان برگردن و خیلی از پسرانی که امروز منتظر خواهر زیبایش از خیابان برگرده، امروز بر نمیگرده چون قشنگ تصمیم گرفتن که روبروی گلوله ها بیستن. اگر ما یک زمانی برای دستمزدهامون احتساب میکردیم، امروز باید به فکر این باشیم که برای انسانیت احتساب بکنیم، برای شرافت احتساب بکنیم، برای هر آن چیزی که از دست ما رفته احتساب بکنیم. و من باز هم اشاره میکنم، من به شکل امری صحبت نمی کنم بلکه به شکل ضروری، چون همیشه ضرورت ها به وجود میان در درون کارخونه و ما تصمیم میگیریم احتساب کنیم و امروز ضرورت های انسانیه، ضرورت های آزادیه. پس رفقای من از هر جا و در هر جغرافیای ایران صدای من میشنویم، به این مسئله باید خیلی جدی فکر بکنیم. امروز اگر پهبادی روی سر مردم کرد ریخت، فردا روی سر تو هم میریزه. اگر امروز موشکی روی سر مردم کرد ریخت، فردا روی سر تک تک ما میریزه. و امروز
که باید تصمیم بگیریم که یا اینکه کنار یک دیگر بیستیم یا اینکه شاهد افتادن یکی یکیمون باشیم. بله، سپاسگزارم از شما رفیق میثم گرامی از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و خیلی خوشحال شدم که یک بار دیگه تونستم با شما صحبت کنم در برنامه‌های تلویزیون. بدرود رفیق جان و امیدوارم شما هم سلامت و همیشه لبخند روی لبای شما باشه، با اینکه میدونم در یک شرایط سختی الان توی استودیو هستید، اما بخندین، حالتون خوب باشه تا حال همه ما خوب باشه. از تمام این قوت، از تمام این انرژی شما ما هم قوت قلب میگیریم و میدونیم که تمام رفقای ما امروز درسته شاید عزادار باشن، شاید نگران باشن، اما میدونه که باید اینو بدونن که قلب یک ملت با اونهاست، قلب یک ملت کنار اونهاست و همه ما با هم دیگه هستیم و امیدوارم که همتون صحیح و سالم باشین. بدرود رفقا. درود بر ارادتون رفیق میثم آلمهدی، فعال کارگری. سپاسگزارم از حضورتون. بله بینندگان عزیز، همونطور که تا این لحظه از برنامه شاهد بودید و شنیدید، یک بار دیگه برای بینندگانی که اکنون به برنامه ما پیوستن بگم که امروز چهارشنبه ساعت 12:03 به وقت عراق احزاب مخالف رژیم در کردستان عراق توسط سپاه پاسداران با پهپاد انتحاری و موشک مورد حمله قرار گرفتند. این احزاب سازمان زحمتکشان کردستان، سازمان شورشگران نزدیک به شهر سلیمانیه و حزب دموکرات کردستان و سازمان آزادی کردستان نزدیک به اربیل عراق هستند. تا لحظه ای که ما با هم داریم صحبت میکنیم متاسفانه 12 نفر جونشون رو از دست دادن و بیش از 40 نفر زخمی هستن و همچنین گزارش شده که حال بعضی از زخمی ها وخیم هستش. ما از طریق تلویزیون تسلیت میگیم و متاسفیم که همچین شرایطی پیش اومده، اما عزم ما همچنان پابرجاست. در این قسمت از برنامه همراه رفیق برهان دیوارگر عضو حزب کمونیست ایران هستیم. رفیق برهان گرامی سلام و درود، خیلی خوش اومدید. درود بر شما، خسته نباشید. رفیق برهان، خب شما هم حتما مطلع هستین از وضعیتی که پیش اومده در کردستان عراق و برای احزاب مخالف رژیم. به نظر شما در شرایطی که مردم ایران و مردم کردستان در خیابان ها هستند و شاهد و خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند و همینطور جمهوری اسلامی که نه تنها در کردستان و ایران بلکه در تمام جهان مورد حملات مردم آزادی خواه و برابری طلب قرار گرفته، هدفش از موشک باران و حمله به مقرات احزاب مخالف رژیم در کردستان چیه؟ بله، همونطور که شما اشاره کردید متاسفانه 12 نفر از اعضای احزاب کردستان مخالف رژیم جونشون از دست دادن، تعداد زیادی زخمی شدن که من همینجا به خانواده اونا و همرزمانشون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم هر چه زودتر حال مجروحان خوب بشه و بهبود پیدا کنن. ببینید قبلا در ایران اعتراض میشد فوری در عرض یه روز یا 2 روز جمهوری اسلامی نهایتش 3 روز سرکوب میکرد. چند شهر مختلف بود، ولی الان با یه شعار اساسی که پایه های رژیم رو نشونه گرفته، زن، زندگی، آزادی، تمام ایران رو در بر گرفته. رژیم به راحتی نمیتونه سرکوب کنه دیگه. مثل سیلی خروشان تمام کشور در بر گرفته، تمام قشرها رو از بر گرفته. دیگه یه قشر خاصی نیست این که فقط کارگران تو فلان کارگاه اعتصاب کردن دیگه بقیه مردم کار ندارن، فلان کارخانه اومده درخواست صنفی داره. رژیم خودش خیلی خوب میدونه دیگه مردم که کمتر از سرنگونی رضایت نمیدن. رژیم میدونه که الان شعارا فقط یه چیز ساده و پیش پا افتاده نیست، خواهان سرنگونی هستن، مرگ بر دیکتاتور،
مرگ بر خامنه ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه، خواهان سرنگونی هستن. به صراحت میگن باید بری دیگه، تموم شد دیگه، ما نمیتونیم این ظلم و ستم رو تحمل کنیم. میدونه جمهوری اسلامی نمیتونه دیگه سرکوب کنه، سرکوب دیگه کارساز نیست. چند نفر میخواد بکشه؟ تمام ایرانی که نمیتونه بکشه، همه مردم نمیتونه که زندان کنه. 40 سال 45 سال تمام ایران به زندان تبدیل کرده، نتونسته مانع تظاهرات بشه. این رژیم اومد به خیال خودش از روی استیصال، از روی ضعف این نمایش را انداخت. اومد با این هدف که بتونه اعتراضات مردم رو سرکوب کنه، به خصوص کردستان رو یه جوری به بیراهه ببره مبارزات رو. اومد شروع به موشکباران کرد، از راه پهپاد، از راه موشکباران اومد فرزندان ایران رو که در کردستان بکشه، جونشون از بگیره. با این خیال خام خواست که مبارزات رو به بیراهه ببره، غافل از این که مردم کردستان، احزابی که بخصوص در کردستان هستن، فرزندان همون مردمی هستن که تو خیابونا اومدن مبارزه میکنن، اعتراض میکنن. با این نمایش‌های از روی ضعف نمیتونه مبارزات رو به بیراهه ببره، نمیتونه جلوی این مبارزات رو بگیره. احزاب کردستانی تو چندین دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی است همیشه در حال مبارزه بودن، هزینه دادن. با موشکباران و با بمباران نمیتونه مانع مبارزات اونا بشه و مردم هم انتقام این نمایش ضعف جمهوری اسلامی رو خواهند گرفت. اجازه نمیدن که به همین راحتی جمهوری اسلامی بیاد بمباران کنه و فرزندان آنها را بکشه، مانع اعتراضاتشون بشه، مانع مبارزاتشون بشه. و قطعا شعله‌های انقلابی مردم، اعتراضات مردم گسترده تر خواهد بود و با شدت بیشتری جمهوری اسلامی را خواهند سوزاند. بله رفیق برهان گرامی، سپاسگزارم. خب شما پیامی برای مردم کردستان و همچنین مردم سراسر ایران ندارید که در این شرایط چه واکنشی باید نشون بدن؟ من همینجا اینو بگم که تعداد من بیشتر از 20 تا 25 تا تماس تلفنی داشتم. خیلی از مردم نگران بودن که چی شده. خوشبختانه رژیم نتونسته که به خیال خودش که تو سایت های خودش، تو شبکه های خودش که از جوری نشون میده که از روی اقتدار تونسته تمام احزاب کردستانی رو ساکت کنه، همه را بکشه، به خیال خودش یه مانور بزرگ داده و به نوع خیال مردم راحت کنه که بله ما این اقتدار داریم که هم داخل ایران میتونیم سرکوب کنیم هم خارج ایران. ولی خوشبختانه اکثر احزاب سر جاشون هستن، سالمن. متاسفانه تعدادی جونشون از دست دادن، ولی این مردم میتونن با ادامه مبارزاتشون، با ادامه اعتراضاتشون در شهرهایی که همینک در جریان، تو سنندج، تو سقز، تو اکثر شهرهای ایران، تهران، تو چابهار، با ادامه مبارزاتشون خطی بر خیال خام جمهوری اسلامی بکشن، بر جنایت‌های سپاه پاسداران بکشن که بدون با بمباران کردن، با کشتار نمیتونه مانع اعتراضات مردم بشه و مردم مبارزات خودشون رو تحت هر شرایطی تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. خیلی سپاسگزارم از حضورتون رفیق برهان دیوارگر، عضو حزب کمونیست ایران. ممنونم که یک بار دیگر دعوت ما را قبول کردید. سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت دارم براتون. بله بینندگان عزیز، شما عزیزان می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون هست از طریق تلگرام برای ما بفرستید. همونطور که مطلع هستید تا لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم 12 نفر از پیشمرگ‌ها و حتی افراد مدنی در مقرات احزاب مخالف رژیم در کردستان عراق جونشون را از دست دادند و همینطور بیش از 40 نفر زخمی. در این رابطه کمیته مرکزی کامل اطلاعیه‌ای دادن که براتون میخونم. اطلاعیه کمیته مرکزی کامله در محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران در اقلیم کردستان.
رژیم جمهوری اسلامی ناتوان از خاموش کردن خیزش انقلابی مردم ایران با این هدف که به خیال خود نگاه‌ها را از صحنه خروش پرشور مردم در خیابان‌های کردستان و ایران متوجه بیرون مرزها کند، از ساعت 12:30 قبل از ظهر امروز چهارشنبه 6 مهر ماه مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران در عمق اقلیم کردستان را مورد حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. در این حملات مقرات سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، سازمان زحمتکشان کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران و حزب آزادی کردستان هدف قرار گرفتند. طبق آخرین خبرها در جریان این حملات 12 تن جان باختند و شماری نیز زخمی شدند. ما این حملات جنایتکارانه را که خطرات آن بیشتر متوجه مردم عادی به ویژه کودکان و سالخوردگان ساکن در مجاورت این مقرات است به شدت محکوم می‌کنیم. جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بارها مرتکب اعمال تروریستی و حملات موشکی و توپخانه‌ای بر علیه احزاب اپوزیسیون و مردم عادی اقلیم کردستان شده است. هر بار هم این گونه اعمال رژیم با عکس‌العمل مردم کردستان ایران و ابراز نفرت مردم اقلیم کردستان روبرو شده است. با همه اینها جمهوری اسلامی از گذشته درس نیاموخته است و ناتوان از خاموش کردن شعله‌های خیزش انقلابی مردم کردستان و ایران بار دیگر این سیاست شکست خورده را تکرار کرده است. ما اطمینان داریم موج عظیمی که به دنبال قتل ژینای جوان از کردستان برخاست و سرتاسر ایران را در بر گرفت با این گونه تلاش‌های از سر استیصال فروکش نخواهد کرد. بدون شک جمهوری اسلامی پاسخ این جنایات را در خروش توده‌گیرتر و فریاد رساتر مردم به پا خواسته خواهد گرفت. کمیته مرکزی کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران 6 مهر ماه 1401 خورشیدی. بله عزیزان، قابل پیش بینی بود که جمهوری اسلامی مثل همیشه دست به همچین کاری بزنه و از سر استیصال به مقرات احزاب مخالف رژیم در کردستان عراق واقع در اقلیم کردستان حمله کنه و مثل همیشه و مثل دفعات قبل قطعاً جواب خودش رو خواهد گرفت و این جواب چیزی نیست جز اتحاد بیشتر مردم کردستان و ایران. به امید سرنگونی تصاویری ببینیم برمیگردیم.
نه بابا وس باشه تاکاک دفتر کتابت بله بیله لگره باشه راسته باشه تا نگریه باشه ونمكره ها يزديا تلقى الأولى تسم تلقى الأولى رنجينو الشنادات هرواري ناسي ليادم آدمي من بولتنان هر حول دم لكاركم من لجري حبي نادات هرواري وبشبران وادي غموا دنها برن برنوا شطا ممنان بس بينتين بأبد زیمان پرکار و رنجشان با شکوی چلادکان ای حوریانی رنجدران بنو میدانی خودخان ای محبوب و یکسری دبین حیز و پشتیوان دنها برن ورنوا شقا مکان بله بینندگان عزیز درودی دوباره. همونطور که قبلا هم گفتم و برای عزیزانی که اکنون به در پای برنامه‌های ما نشستن اطلاع میدم که صبح امروز ساعت 10:30 سپاه پاسداران با پهپاد انتحاری و موشک به مقرات احزاب مخالف رژیم در اقلیم کردستان عراق حمله کردند و متاسفانه تا همکنون 12 نفر جونشون را از دست دادن و بیش از 40 نفر زخمی. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با رفیق سلام قادری، عضو کمیته مرکزی کومله از کانادا. رفیق سلام گرامی، درود، خیلی خوش اومدید. با سلام به شما بینندگان و همکاران. همونطور که شما مطلع هستین در 11 روز گذشته مردم ایران و کردستان با اتحادی قابل ستایش به خیابون‌ها اومدن و با همبستگی باز هم قابل ستایشی دارن کلیت رژیم رو نشونه میگیرن و خواهان سرنگونی رژیم هستند. در چنین شرایطی هدف از حملات رژیم به احزاب مخالف خودش در اقلیم کردستان رو چی میبینید؟ در چی میبینید شما؟ ببین، ما تو این حمله‌ای که به احزاب کردستان شده نگرانی و ترسیه و که حاکمیت داره از یک شکل از مبارزه، از یک کیفیتی، چون ما کردها از آسمون که یه استعداد خاصی نداریم، ما کردها که یه تافته جدا بافته ای نیستیم و به سر این با ما دشمنی بشه یا با ما دوستی بشه. در طی 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی بنا به زمینه‌ای که تو کردستان بود و تو همون انقلاب ایران این زمینه خودش رو در یک کیفیتی از برخورد با جمهوری اسلامی نشون داد
در کردستان کیفیت خاصی از مبارزه و سازماندهی و آگاهی در سطح اجتماعی تبلور پیدا کرده و کارکرد داشته و حکومت توی کل این مدت این 4-5 دهه‌ای که حاکم بوده زبون بوده در مقابل این مبارزات، همیشه با توازن نایکسانی که در تسلیحات و امکاناتی که حکومت داشته از طریق بمباران کردن، از طریق ترور رهبران و فعالین سیاسی، از هر طریقی که براش ممکن بوده همیشه ضرباتی رو به این جنبش زده، ولی هیچ وقت نتونسته در مقابل این جنبش موفق عمل بکنه، هیچ وقت نتونسته در مقابل این جنبش احساس اعتماد به نفس بکنه. همیشه این جنبش به کابوسی براش تبدیل شده. ولی چرا دقیقاً این مسئله این روزها چه ربطی داره؟ ببینید تو ایران ما با یک خیزش بسیار خطرناک برای حاکمیت، ما با یک خیزشی که به همه تک تک ایرانی‌ها در داخل و خارج کشور این امید و این نوید امیده که این خیز دیگه خیز پیروزیه. من نمیخوام شخصا بگم که این درسته یا نه، یا نوید یک پیروزی آسانو بدم. ما میدونیم که مبارزه سخته، چالش برانگیزه، مبارزه آگاهی، کیفیت، سازماندهی و بسیاری از مسائل رو میطلبه که بشه یه حکومتی رو پایین کشید. آسون نیست توی یک کشوری مثل ایران در کمتر از 60 سال 2 انقلاب روی بده. این خیلی سطح بالایی از آگاهی، سازماندهی، آمادگی، جانبازی که ما همه اینا رو میبینیم و همینه که این امیدو داده که این خیز پیروزیه و این کابوس رو برای حاکمیت تبدیل کرده که اگه آنچه را که به عنوان کیفیت، همچنان که گفتم ما کردا تافته جدا بافته نیستیم، اون کیفیتی رو که تو کردستان در سطح عمومی، در سطح احزاب، در سطح فعالین، در سطح نهادهای مدنی مشاهده میشه، اگه همین کیفیت به درجاتی کمتر از آنچه در کردستان هست در سطح ایران همین کیفیت انتقال پیدا بکنه، حکومت کارش تموم شده. حکومت فرور اینو خوب میدونن. چرا ماجرای مهسا خیز بسیار قدرتمندی از مبارزات مردم موجب شد؟ چون مهسا تو کردستان این اتفاق افتاد و فوراً احزاب سیاسی به دلیل اون سطح بالایی از هماهنگی که دارن، اون ارتباط اجتماعی که با جامعه دارن، نهادهای متعدد مدنی که تو جامعه کردستان است، فوراً تونستن در زمان بسیار سریعی، به قول انگلیسی ها میگن آن تایم، بدون هیچ تأخیری، در یک زمان بسیار سریعی احزاب با هم ارتباط گرفتن، تصمیم گرفتن کار درست چیه، فوراً براش تبلیغات کردن و تو داخل فعالین داخل احزاب این امر رو پیش بردن، این جامعه رو براش آماده کردن. نهادهای مدنی تو داخل فوراً بیانیه دادن، دخالت کردن و جامعه کردستان به عنوان یک جامعه‌ای که سازمان پذیره، هنوز سازمان‌های اجتماعی توش اعتبار دارن، سازمان‌های سیاسی توش اعتبار دارن، سازمان‌های سیاسی آمادگی دارن، نهادهای مختلف رسانه‌ای، نظامی، تشکیلاتی دارن. آمادگی در سطح جامعه کردستان در نهادهای مدنیش نشون داده شده که آمادگی سازمانیابی، ابتکار سازمانیابی هست. همه اینا که تو جامعه کردستان هستش و بخش بزرگش غیر نظامی است. مسائل نظامی این روزها و این سالها و در 2-3 دهه گذشته اصلا مهم نبوده، یا نقطه قوت نبوده، یا شرایطی برای این مبارزه نبوده. آنچه که در جامعه کردستان موجب شد کل جامعه ایران به خیابون بیاد، به کل جامعه ایران اعتماد به نفس دیگه داد، کاری کرد که آذربایجان در کنار کردستان قرار بگیره، ملیت‌های دیگه در سطح مرکز شعار داده بشه کردستان چشم و چراغ ایران، آذربایجان پشتیبان کردستان. همه اینها کابوسی رو درست کرده که حاکمیت فکر میکنه کاش میشد یک شبه یه بمبی زد کل این احزابو از رو زمین برداشت، کاش میشد یک شبه یه بمبی زد کل کردستان از رو زمین برداشت. چون کابوس اینا کردستانه، چون کردستان به عنوان یه الگو الان چون مورد توجه هست در سطح سراسری، هر ابتکار عملی، هر هماهنگی، هر موفقیتی، هر اعتصابی که تو کردستان نتیجه بده راهو نشون میده، چراغه. از این چراغ میترسن، میخوان این چراغو خاموش کنن، میخوان
این چشمی که عزیز شده برای کردستان موجی تبلیغاتی رو راه بندازن و بگن اینا عزیز نیستن، اینا جدایی طلبن، اینا میخوان ایران رو تجزیه بکنن و نمیخوان این چراغ روشن باشه. این مسئله است، مسئله کیفیت سیاسی بالایی هست که تو کردستانه و ما باید بسیار هوشیار باشیم. من ضمن عرض تسلیت به خانواده عزیزانی که توی احزاب جان باختن، به خانواده آن مادری که جان باخت و بچهش متولد شده و این بچه، این حادثه به نظر من یک استعاره ای از آنچه هست که شکست ناپذیر کردستان. اگه یک مادری مورد اصابت قرار میدی، بچه ای متولد میشه و اون بچه تو رو اون چراغ بعدی هست. چراغ کردستان خاموش نمیشه. اینو باید جمهوری اسلامی از سرش به در بکنه. هزاران، صدها رهبر و ترور بشن، صدها رهبر دیگه میاد جاش. صدها فعال اعدام بشن، صدها فعال دیگه میان جاش. کردستان رو نمیشه خاموش کرد. کردستان چشم و چراغ است و چشم و چراغ خواهد بود تا سرنگونی جمهوری اسلامی. بله، خب شما حرف خیلی جالبی زدید، این که خب مقرات احزاب مخالف رو با این شیوه مورد حمله قرار داده که بگه که اینا تجزیه طلب هستن و میخوان ایران رو تجزیه کنن و به قسمتش تبدیل کنن. به نظر شما موفق میشه؟ نه در کردستان، بلکه این هم میتونه تأثیری بر این هم بستگی داشته باشه در سایر نقاط ایران؟ ببینید، من نه فکر نمی کنم تأثیری داره. تازه کار از کار گذشته. اینا از روزی که سر کار اومدن، از روزی که به کردستان حمله کردن، از اون فرمانی که خمینی به حمله به کردستان داد، من 12-13 سال سن داشتم وقتی دوران جنگ ایران و عراق خود پاسداراشون تعریف میکردن وقتی ما می اومدیم برامون سوگواری میذاشتن، میگفتن شما میرید کردستان شما رو میکشن، اونجا کافرن، اونجا سر میبرن. چی گفت ما اومدیم اینجا پاسگاهمون تو مسجد بود، دیدیم نه این مردمی هستن، فقط تنها تفاوتی که دارن ظلم و بر نمیتابن. پاسداراشون میگفت وقتی ما از نیروهامون اسیر میشه بعدن برمیگردن میگن در نهایت احترام حقوق یک اسیر جنگی رعایت شده، این دیگه دست منو شل میکنه تو شلیک به طرف این نیروها. میدونم که این نیروها نیروهایی هستن که میخوان، نیت خوبی دارن، میخوان تو این جامعه شرایط انسانی تری مهیا بشه. از اون روز عملکرد درست احزاب سیاسی، کیفیت سیاسی و انسانی مبارزات کردستان همه اینا رو خنثی کرد. مردم کردستان، مردم ایران دیدن، دهه گذشت، سال گذشت، ماه گذشت و مردم ایران دیدن که این مردم اون مردمی نیستن که اینا تبلیغ میکردن. اون تبلیغات زهرآگین دروغ بوده و کار رسید به جایی که نه تنها این توهمات و تبلیغات زهرآگین تأثیری دیگه تو این نسل نداره، تو این جامعه نداره. آذربایجانی که کارها کردن تو آذربایجان که آذربایجان رو با کردستان دشمن بکنن. ما خاطرات بسیار بدی از حوادث نقده داریم، اما امروز میبینیم تو آذربایجان میگن آذربایجان پشتیبان کردستان، تو تهران میگن کردستان چشم و چراغ ایران. به نظر من دو کابوس، دو شعاری که کاری کرد که این کار احمقانه و ابلهانه را انجام بدن. چون به نظر من این حمله در این لحظه کار بسیار ابلهانه‌ای با معیار منفعت حتی منافع جمهوری اسلامی. چون شما میزنی چند مقر رو، چند خونه رو، یه منطقه رو ویران میکنی، یه چند نفرم جانشون رو از دست میدن، شهید میشن، جان میبازن، ولی شما نشون میدی که از چی میترسی. شما راه نشون میدی که اون چشم و چراغ کجاست، نشون میدی که اون چراغی که روشن شده، اون پروژکشن داره کورت میکنه و نشون میدی که این شعار درست بوده، این هماهنگی درست بوده، این پشتیبانی درست بوده. الان ما تو تورنتو فردا، پس فردا، شنبه حرکت‌های بزرگی الان تو خارج کشور در جریان هست.
ماجرای مهسا، ماجرای جانباختگان، حوادثی که به اقلیم کردستان و مقررات احزاب شده، به این حوادث و به این مبارزه پیوند خورده. اینو به یک بخش تبلیغاتی مبارزاتی از مبارزات جاری همه در ایران تبدیل میکنه. تازه خون مردم کردستان، خون مبارزین کردستان با خون مبارزین و جانباختگان سراسری قاطی شده. تازه خون مهسا و خون نجفی از هم جدا نیست. این به نظر من کار از کار گذشته. جمهوری اسلامی نمیتونه آنچه را که تیری که در رفته رو نمیتونه برگردونه به قنداق، نمیتونه کاری بکنه و تنها عمدی که مهمه که ما هوشیاریمون، تصمیم درستمون، هماهنگیمون، عملکرد ما امروز که احزاب کردستانی زیر ذره‌بین افکار عمومی و مردم آگاه ایران قرار گرفتن، ما باید نشون بدیم کیفیتی را، انتقال بدیم کیفیتی را که اگر در آن کیفیتی که در کردستان هست در تهران بود، الان این حکومت کارش یه سره شده بود و این غیر ممکن نیست. تجربیات ما، شیوه های ما، ابتکارات ما به سطح سراسری انتقال پیدا کنه. این چراغ در تمام شهرهای ایران چشم حاکمیت رو کور بکنه و اونا را به زیر بکشه. بله، سپاسگزارم از حضورتون. برای آخرین سوال میخواستم بدونم که شما پیامی دارید به مردم کردستان و ایران در این لحظه و به خاطر شرایطی که به وجود اومده؟ من تنها پیامی که میتونم داشته باشم، واقعا امروز همه ما به یک شیوه در خارج کشور بال میزنیم کاش اونجا بودیم، چه کار میکردیم. من به دوستانم، به رفقام، به فعالین داخل میدونم که مبارزات در جریانه، میدونم که این مبارزات نمیخوابه. اگه این مبارزات وقفه چند روزه پیدا بکنه دوباره شروع میشه. ممکنه ما با حساب عمومی دیگه تو داخل مواجه بشیم، ممکنه با همین ادامه اعتراضات خیابانی تو داخل روبرو باشیم. به خیابان که میرید چشم دشمن رو اول کور بکنید. این دوربینا رو اول دوربینا رو از کار بندازید، بشکنید، سر روتون رو بپوشونید. تیم هایی که با هم هستی تقسیم کار بکنید. اگه یک کسی تصویر برداری میکنه بذار اون فقط تصویر برداری بکنه، یکی مواظب باشه که دشمن و نفوذیاش چجوری میاد. بسیاری از ابتکار عمل هست که میشه این روزا انجام داد، میشه انتقال داد، میشه نوشت، تجربیات گرانبهایی. کار ما روز و دو روز نیست و تا سرنگونی این رژیم شیوه ها و در خیابان بودن باید شیوه های بیشتری به ما بیاموزه. ارتباطات میان خود فعالین در داخل، آگاه بودن به آنچه که دشمن میکنه. دشمن نخوابید، دشمن شب و روز داره نقشه میکشه و ما هم باید نشون بدیم که از این دشمن، از این آخوندا بسیار زیرکتریم، بسیار آگاه تریم، توانایی و ابتکار عملایی به خرج خواهیم داد که اینا را به زیر خواهیم کشید. به امید پیروزی و دوباره تسلیت میگم به خانواده جانباختگان. سپاسگزارم رفیق سلام قادری از اینکه دعوت ما رو به این برنامه قبول کردید. خواهش میکنم. بله بینندگان عزیز، همونطور که قبلا هم اشاره کردم امروز صبح ساعت 12 به وقت کردستان عراق سپاه پاسداران با پهپاد انتحاری و موشک به مقرات احزاب مخالف رژیم در کردستان عراق حمله کردند و تا همکنون 12 نفر جونشون را از دست دادن و بیش از 40 نفر هم زخمی شدند. به پایان این بخش زنده تلویزیون حزب کمونیست ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی.
ناداد پروری نشه لیادم آدمی من بولتنان هر حول دم بکارکم من لجری حبی ناداد پروری و بشبران واده غموا دن حضرن برنوا شطام من مشمینتی نابه امد زیمان پرکار برن چشان با شکوی چلادکان ای حوریانی رنجی دران بنو میدانی خلخان ای محبوب و یکسری دبین حیز و پشتیوان دنها برن ورنوا شقامتان جیجینو بشی ناداد پروری نشه لیادم آدم هی من بولتنان هر حول دم بکارکم من لجری حبی ناداد پروری و بشبران واده غموا دنها برن ورنوا شطامتان کنشان من ناروخنه ولی برزو ما پیرون من آدمی دمانوه روکنو شقامتان روزگار کمر دل شنازی و کامدان با طرف سوری خیاوانو شنکان دنها برن ورنوا شقامتان geldik şerrecini ezdekim kurdi uramani bimrine yare gel acunta dijiyeti ya popular iro geldik şerrecini ezdekim kurdi uramani bimrine yare gel acunta dijiyetiya popular serfiraz kın ala azadiye serfiraz kın ala azadiye serfiraz kın pişkinin zincire zordariye serfiraz kın ala azadi Brandın bir deden aki hatına mebibi sosyalist ve sebeji iro kweştir cebe ewe biro kamı nutebe Brandın bir deden aki hatın ve bibi sosyalist ve sebeji iro kweştir cebe ewe biro kamı nutebe serfiraz kın pişkinin zincire zordariye serfiraz kın ala azad
آزادی سرفراز کن سرفراز کن بشکینین زنجیر زورداری سرفراز کن سرفراز کن سرفراز کن آلا آزادی geldik şerrecini ezdekim kurdi uramani bimrine yare gel acunta bijiye titiya popular iro geldik şerrecini ezdekim kurdi uramani bimrine yare gel acunta Diye popular Serfraz kın serfraz kın serfraz kın ala azadiye serfraz kın serfraz kın serfraz kın ala azadiye serfraz kın pişkinin zincire zordariye serfraz kın serfraz kın ala azadi Bührandın bir fedenaki hatına mebibi sosyalist ve sebeji iro kweştir çebe ewe biro kamı nutebe Bührandın bir fedenaki hatın ve bibi sosyalist ve sebeji iro kweştir çebe ewe biro kamı nutebe Serfraz kın Bişkinin zincire zordariye serfraz kın ala azadiye serfraz kın Bişkinin zincire zordariye serfraz kın ala با اعدام گل و قتل چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو قناری عمری از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو رجز میخونی از مرگ و مجازات رجز میخونی از زنجیر و میله تموم ترس تزینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله به ترس از من اون پروانه هستم به ترس از من که آزادی صدامه به ترس از من شب ترسوی بزدل که خونه اون قناری تو رگامه ترس از من اون پروانه هستم به ترس از من که آزادی صدامه به ترس از من
دیگه آب از سر دریا گذشته، دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی. میخوام با جرأتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم قانون بپوشم، لباس رعیتو از تن درارم، میخوام تو خاک تاریخ سیامون نهال روشنایی رو بکارم. بترس از من اون پروانه هستم، بترس از من که آزادی صدامه، بترس از من شب ترسوی بزدل به جای خون اراده تو رگامه. بترس از من، بترس از من، دیگه چیزی ندارم که ببازم. بترس از من، بترس از من، میخوام با جرأتم رویا بسازم. بترس از من، بترس از من، دیگه چیزی ندارم که ببازم. بترس از من، بترس از من، میخوام با جرأتم رویا بسازم، میخوام با جرأتم رویا بسازم. Rajiz